حالا از تخار می رویم به سمت ولایت زیبای قندوز تا در این ولایت پیام 2 تن از نمایندگان MTN مومو را با هم ببینیم. بالاخره به مرکز ولایت قندوز رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. محمد شکور احسانی هستم، یک تن از دکانداران شهر قندوز. مدت 4 سال می شود که نماینده مومو هستم. هموطنان عزیز ما می توانند از طریق برنامه مومو پول کاغذی خیش را به پول الکترونیک و همچنان پول الکترونیک خیش را به پول کاغذی تبدیل نمایند و همچنان از طریق برنامه مومو می توانند برنامه‌های اینترنتی و صوتی خیش را با 100% فواید اضافی فعال نمایند. هموطنان عزیز ما که دکاندار هستند و یا کدام شغل دیگر دارند می توانند برنامه مومو را برای خود فعال نمایند و نماینده مومو باشند، کمیشن خود را اخذ نمایند در کنار کار و بارشان. و هموطنان عزیز ما که اگر میخواهند برنامه مومو را فعال نمایند به دکان ما مراجعه نمایند، ما به خدمتشان هستیم، برنامه مومو را برایشان فعال نمایند. آدرس دکان ما چوک مرکزی قندوز، دکان حاجی یوسف. برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید.